شکسته شدن سقف‌ها که به اون BOS میگیم یا براک آف استراکچر، اون رو میتونیم معرفی کنیم و معنی و مفهوم اون آنچنان برای ما اهمیتی نداره و فقط ما میخوایم بدونیم که در جهت روند سقف‌ها شکسته میشن و اصلاحی که رو به پایین انجام میشه مد نظر ما هست که فقط میتونه یک اصلاح برای جمع آوری نقدینگی و انرژی لازم برای پیش بردن روند صعودی خودش هستش. برای شکسته شدن سقف‌ها ما نیاز داریم که ساختار کندل ها رو با اون آشنا بشیم. برای مثال در این کندل ما این قسمت از بدنه و شکل تصویر رو میتونیم بادی در نظر بگیریم و این خطهای عمودی رو به عنوان شادو در نظر داشته باشیم که حالا میتونه کوچیکتر یا بزرگتر باشه یا در کندل نزولی به همین صورت ما میتونیم اونها رو در نظر بگیریم که بدنه بزرگتر و شادوهای کوچیکتری رو در بر بگیرن. برای شکسته شدن این سطح و سقف ما نیازمند این هستیم که وقتی یک سقف میخواد شکسته بشه در روند صعودی، یک کندل صعودی با بیشتر از 3 پی بالای اون نفوذ پیدا کنه و کلوز کندل رو ما داشته باشیم تا بتونیم بگیم این سطح برای ما شکسته شد و ساختار جدیدی برای ما شکل گرفت تا این کف جدید برای ما ساخته بشه. برای مثال اگر این اتفاق برای ما رقم نخوره و این شکل برای ما روی کندل ها ظاهر بشه، ما نمیتونیم با صرفاً تشکیل این شادو بالای این سطح بگیم که این سطح برای ما شکسته شده و ما نیاز داریم که سطحمون رو از این قسمت سطح آپدیت کنیم و به این بالا انتقال بدیم و مجدد منتظر بمونیم تا این کندلمون بالای این سطح بسته بشه و الان هستش که ما میتونیم بگیم این سطح برای ما شکسته شده. در ادامه اگر باز مجدد این اتفاق برای ما نیفتاد و قیمت نتونست بالای این سطح نفوذ پیدا کنه، در ادامه ما منتظر میمونیم تا این بار با آپدیت این سطحمون کندل بالای اون بسته بشه من نمیدونم چرا این سطحی که رسم کنیم با کپی کردن به قسمت دیگه 4 تامون انتقال پیدا میکنه. در کل و این بار در کندل سوم هستش که با بسته شدن بالای این سطح ما میتونیم بگیم این سطح در این قسمت BOS کرد و این سطح رو برای ما شکسته شدن در نظر بگیریم. فقط دوستان یه چیزی رو در نظر بگیرید، ما فقط برای شکسته شدن کندل در کندل اولی نیازمند این هستیم که 3 پیپ بالای این محدوده بسته بشه و در ادامه در کندل های بعدی اگر قیمت بتونه همین که بالای این سطح به صورت چشمی برای ما مشخص باشه ما اون رو شکست در نظر میگیریم و فقط در برخورد اول هستش که باید 3 پیپ بالاتر از سطح ما قرار بگیره. یک مسئله که میمونه اگر در کندل سوم هم ما این شکست رو نتونستیم با بدنه مشاهده کنیم، منتظر بسته شدن کندلمون در کندل چهارمی هست که برای ما تشکیل خواهد شد و دیگه نیاز نیستش که ما سطح خودمون رو از این سطحی که اینجا تشکیل دادیم آپدیت کنیم و به این بالا بیاریم و اهمیتی نداره که قیمت بالای این سطح بسته بشه یا نشه. در این محدوده از زمان و چارتی که پیش رومون هستش ما نیازمند این هستیم که بعد از تشکیل شدن کندل بعدی بالای این سطح به یک تایم فریم بالاتر، برای مثال اگر در یک تایم فریم 1 ساعته سیر میکنیم به تایم فریم 4 ساعته بریم و مجموع این
4 کندلی که تشکیل شده رو در تایم بالاتر و 4 ساعته که به این صورت برای ما ظاهر خواهد شد و بیشتر از 3 پیپ بالای این سطح قرار خواهد گرفت، اون رو یک شکست در نظر خواهیم